ای وطن ای مأمنی زیبای من، ای وطن ای مأمنی زیبای من، ای وطن ای مسکنی بابای من، ای وطن ای مسکنی بابای من. بسم الله الرحمن الرحیم. بینندگان عزیز سلام بر شما. امروز یکشنبه 21 شعبان المعظم سال 1445 هجری قمری برابر است با 13 هوت سال 1402 هجری شمسی و مصادف است با سوم ماه مارچ سال 2024 میلادی. توجه نمایید به مجموعه خبری این ساعت. در آغاز سرخط خبرها. اقدامات مسئولان اداره محلی به منظور رسیدگی به مردم و بازگشایی شاراها در روزهای برفباری در هرات. سفر 10 گردشگر خارجی به هرات و دیدار از اماکن تاریخی این ولایت و بازار گرم غذاهای محلی در روزهای سرد زمستان در هرات. مشروع اخبار. مسئولان محلی میگویند در روزهای برفباری اقدامات لازم به منظور رسیدگی به شهروندان و بازگشایی شاراهای منتهی به این ولایت صورت گرفته است. این مسئولان تاکید دارند که گاز مایع، مواد سوختی و گرمایشی و علوفه‌های حیوانی به باشندگان و مالداران این ولایت توزیع شده است. محمد جمعه رضایی گزارش می‌دهد. بارش سنگین برف در روزهای اخیر موجب خوشحالی دهقانان و باشندگان هرات گردیده است. از جانب بنا بر برف‌های یک هفته گذشته اقدامات موثر به منظور بازگشایی شاراهای منتهی به این ولایت و همچنان توزیع مواد سوختی و علوفه حیوانی از سوی اداره محلی در این ولایت صورت گرفته است. هرات ولایت سیمه‌ییز ادارې فواید دامي ریاست ټولو لارو باندې لویو لارو باندې سار لري. مسؤلین حالت دي تر اوسه کوم وخت چې لارې بندیږي لارې خلاصوي تر اوسه پورې داسې په دوامداره توګه هیڅ لار نه ده بنده شوې. این مسئولان همچنان میگویند که در روزهای اول برفباری نهادهای همکار و شماری از ادارات ضبط در هماهنگی با والی این ولایت به منظور کمک به نیازمندان اقدامات لازم را روی دست گرفتند. از سوی هم مسئولان اداره مبارزه با حوادث طبیعی این ولایت نیز تاکید دارند که آنان بر علاوه توزیع گاز مایع، مواد گرمایشی به آسیب دیدگان ناشی از زلزله در این ولایت در هماهنگی با اداره زراعت برای حدود 50,000 مالدار علوفه حیوانی توزیع نمودند. د زندجان و د انجیل هغه مناطق چې زلزله پکې سوې وه او کورونه تر اوسه پورې په خیمو کې وه په هغو مناطق کې دغسې وپسې وو. در همین حال شماری از باشندگان هرات نیز از اقدامات اداره محلی این ولایت مبنی بر همکاری با نیازمندان و بازگشایی راه‌های مواصلاتی استقبال می‌کنند. از ولایت بادغیس آمدیم به هرات. اینجا زندگی ما به همین رقم بود، به همین جد، به همین منطقه. تقریبا 25 خانه یا 24 خانه یا 25 خانه تعداد خانه ما هستن تقریبا. ما برادر تو باشه که دمی جگاه که هستیم شکر خدا از دولت اسلامی خون راضیم، از سازمان‌های برادرها که امروز آمدن ما را سروی مونن، شاید کمک همکاری داشته باشن. انشالله که امیدواریم که نظر دولت اسلامی ما بلی ما باشه. این در حالی است که برفباری‌های سراسری یک هفته اخیر در کشور مشکلات زیادی را به شهروندان به وجود آورده، اما با تلاش‌های شبانه روزی مجاهدین امارت اسلامی راه‌های مواصلاتی بازگشایی شده و همچنان ده‌ها تن از برفبندی‌ها و سیلاب‌ها نجات داده شدند. همزمان با سفر 10 گردشگر خارجی از کشورهای آمریکا، انگلستان، اسپانیا و پولند به هرات، مسئولان در اداره اطلاعات فرهنگی این ولایت میگویند در 40 روز گذشته 100 گردشگر خارجی به هرات سفر نموده است. مولوی رحمت الله محمدی، آمر گردشگری ریاست اطلاعات فرهنگ میگوید در طول سال جاری حدوداً 1000 گردشگر خارجی از 70 کشور مختلف جهان به هرات سفر نموده و از اماکن تاریخی این ولایت بازدید کردند. با حاکم شدن امارت اسلامی و تامین امنیت سراسری در افغانستان، شمار گردشگران خارجی و داخلی در کشور افزایش یافته و گردشگران بدون دغدغه و نگرانی به تمام ولایات سفر می کنند. معمولا در فصل زمستان بازار غذاهای محلی در ولایت هرات گرم می باشد. کیچری گوشتلن یکی از 10 نوع غذای محلی هرات است که در این شب روزهای سرد زمستان علاقمندان خاصه دارد. همکارم شعیب جلالی به یکی از رستوران‌های رفته که در آنجا غذاهای محلی به ویژه کیچری گوشتلن تهیه می شود. صوفی گل احمد مشهور به بچه ملنگ نزدیک به 40 سال است
که در شهر هرات با راه اندازی رستوران سرگرم تهیه غذاهای محلی و ویژه کیچیری گوشت لند می باشد. می گوید که برای نخستین بار پخت کیچیری در هتل‌ها در شهر هرات توسط او مروج گردیده. بر سالی 7000-8000 کیلو گوشت لند میکنیم. همین آخر سال هم کم میایی که میریم از قصابا و بر میخریم. همین گوشت لند خود سابقا که بوده دیگه همین رواج بوده. یه سال نیه، از 100 ساله که همین گوشت لند و همین کیچیری بیراد من بخوم تا به داخل هتل‌ها نبود. به داخل هتل‌ها همین مرواج کردم. صوفی گل احمد همچنان تاکید می کند که هرات در کنار کیچیری گوشت لند غذاهای خاص دیگر نیز دارد که منحصر به همین ولایت می باشد. غذای به خصوص هرات همین کیچیری، غذای خصوصی هرات قلورتلوش و گوشت لند که هیچ جا نداره. منتها پخته میکنن قلورتلوش، منتها باز هم کسی مایی که پخته کنه. همین قلورتلوش هم پخته کردن هر کسی مایی کنه. ایمل که اصلا از ولایت کابل است همراه با دوستانش اینجا جهت صرف غذای کیچیری گوشت لند مراجعه کرده و از کیفیت این غذای محلی هراتی چنین میگوید. ما به خاطر خوردن گوشت لند، کیچیری گوشت لند آمده بودیم. البته ما نامش زیاد شنیده بودیم، بار اول است که آمدیم اینجا. واقعا ارزش داشت که آمدیم دیگه. واقعا غذای لذیذ بود دیگه. به خاطر اینکه زیاد مشهور بود گفتیم باز یک بار امتحان بکنیم، اما پشیمان نشدیم. واقعا کیچیری که هست کیچیری گوشت لند میگم. این عنعناتی که این از 50-60 سال پیش که ما باز عمر برزگاه در کفافت نمیکنه که ما بگم برای شما دیگه. غیر از کیچیری باز چیز هم هست، عرض کنم قلور تروش، قلور شیر، پتیماش، رقم به رقم چیزا غذای محلی ایراتی خود ما انمینای دیگه. باید اضافه کرد که تامین امنیت و آرامش موجود در کشور توسط مجاهدین امارت اسلامی بر کیفیت گشت و گذار، رفتن به رستوران ها و صرف غذاهای ناب وطنی چندین برابر افزوده است. مقدار 4390 کیلو گاز مایع از سوی ریاست مبارزه با حوادث طبیعی هرات برای متضررین برفباری توزیع گردید. ریاست مبارزه با حوادث میگوید این ریاست در هفته گذشته برای 677 فامیل به مقدار 4390 کیلوگرم گاز مایع جهت گرم نگهداری خانه‌هایشان توزیع نموده است. مولوی عنایت الله صابر، معاون ریاست مبارزه با حوادث طبیعی میگوید این مقدار گاز در نقاط مختلف ولسوالی زندجان برای فامیل‌های توزیع گردیده که در خیمه‌ها سکونت داشتند. معاون ریاست مبارزه با حوادث طبیعی همچنان می‌افزاید از سوی مؤسسات نیز برای تعداد 200 خانواده بوته توزیع گردیده تا از سردی هوا در امان باشند. این مسئولان همچنان میگویند آنان تلاش میکنند تا مشکلات مناطق دوردست را به زودترین فرصت رفع نمایند. بینندگان عزیز، این بود مجموعه خبری این ساعت. توجه کنید به وضعیت هوای شهر و چند ولسوالی ولایت هرات. بینندگان عزیز، سلام بر شما. شب بر همگی شما بخیر. توجه فرمایید به وضعیت هوای شهر هرات و چند ولسوالی آن. دوشنبه شهر هرات ابری، بلندترین درجه حرارت 7، پایینترین 2 درجه سانتیگراد. غوریان ابری، بلندترین درجه حرارت 12، پایینترین 3 درجه سانتیگراد. کرخ ابری، بلندترین درجه حرارت 2، پایینترین -2 درجه سانتیگراد. و همچنین پشتون زرغان ابری، بلندترین درجه حرارت 6، پایینترین 2 درجه سانتیگراد. و در پایان مرور مجدد داریم بر سرخط خبرها. اقدامات مسئولان اداره محلی به منظور رسیدگی به مردم و بازگشایی شاراها در روزهای برفباری در هرات. سفر 10 گردشگر خارجی به هرات و دیدار از اماکن تاریخی این ولایت. و بازار گرم غذاهای محلی در روزهای سرد زمستان در هرات. بینندگان عزیز، این بود مجموعه خبری این ساعت که تقدیم حضورتان گردید. وقت بر همه‌تان خوش. خدا نگهدار. ای وطن ای مأمنی زیبای من، ای وطن ای مأمنی زیبای من، ای وطن ای مسکنی بابای من، ای وطن ای مسکنی بابای من.